نکن روی فیلم ها اینا سندیت میشه. ساعت حدودا 20 دقیقه به 7 ببخشید 20 دقیقه به 8 8 صبح راه افتادیم. داریم میریم واسه یه عکاسی از خرمالو. بچه‌ها که تو ماشین نشستن داریم میریم به سمت ماشینش در اومده به سمت زیاران واسه یه عکاسی. دو شروع کردیم دیگه عکاسی رو. من یه حرفه 92 عکاسی شروع کردم. نکن روی فیلم ها اینا سندیت میشه. همین الان زدم دیدم داره فیلم میگیری. نگاه کن یه مردم آزار همیشه خود کارش همینه. بعد میخواد منو میگه بعد میخواد نریم ته دره. بیا یکم اینجاست دسته که بده میسم. ولی نه موزیک نزن این چون بلاک میکنه. بچه‌ها هم رفتن عکسشون رو گرفتن. بازم بیا. کجا بیا؟ میری کنار گم شو. نه نمیخوام فش نده. واقعا چرا میترسه؟ با ترس نده. یه صخره کوچولو امیدوارم بیافته صخره اون گوشه. یه صخره کوچولو واقعا انقدر ترس نداره. تا زیاران چیزی نمونده حدودا فکر کنم 20 دقیقه دیگه راه داریم تا برسیم به زیاران با عکاسی از خرمالو. بعد هوا به فوق‌العاده خوبه. نوک کوها رو یه مقدار برف زده بود. الان اینجا نفس میزنه. در جستجوی خرمالو که رسیدیم به روستا زیاران هیچی پیدا نکردیم. بچه در حال عکاسی از انار به جای خرمالو. یکی کو اینا خرمالو. هر کی خرمالو داره بگه ما خرمالو میخوایم. منو چیکار کنم خرمالو نداریم؟ خب از اونجایی که ما چند روز پیش رفته بودیم سمت زیاران واسه عکاسی از خرمالو، همین حدوداً یه 2 ساعتی میشه که خانم زرگر زنگ زدن و گفتن عکسم انتخاب شده واسه نمایشگاه. داریم میریم. یه سری بچه هم دارم میام واسه نمایشگاه. خودم خیلی هیجان زدم نمیدونم کدوم عکسمه که انتخاب شده. بریم هم داشته باشیم دیگه ببینیم کدوم عکسمون انتخاب شده. با ما همراه باشین. لایک، سابسکرایب، کامنت بذارید خواهشم. بچه اگه دوست دارین اشتراک گذاری کنید. چیزی از دستتون کم نمیشه. اینو میدونستین؟ هر اشتراک گذاری که میکنید باعث میشه که واسه آخرتتون توشه ای جمع کنید. میبینمتون. گر دلت از ستم غصه برنجد تو بخند. خوبه؟
میذاری